حالا باز روس آمده نیروهای خود در تاجیکستان زیاد کرده. فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان به خبرنگاران از آغاز ساخت پایگاه مرزی در تاجیکستان خبر داده. آقای اینجا ارتباط گرفته که طالبا و که اینا میخواه که آینده امریکا که میره ما پس بیایم. بسیار امیدوار شده. یقین کنه پس امیدوار شده که بیایم میخواه که اشغال کنه روس اینجا اون روز اخبار گفت که نیروهای خدا در تاجیکستان زیاد کرده رای طیاره و اینا که میانده گپ شد دیگه عاجل بیا امریکا رو بگه برو دیگه گپ تو خلاص نوبت مشد نوبت تکان کردن گاهی اون میایی گاهی میره او ما در جمله انسان نمیریم پیش از اونا. حالا خودش میگه که طالبا تماس برقرار کردیم جور میگه که ما میگه خب که جور آمد با چی میکنی؟ میکشه میدیگه برن ما خود ما میفهمیم خاک ماست میگه این نزدیک ماست امریکا رو میگه بسیار پیش آمدی برو پس در خاکت برو این جربان به ما و شما هم دیگه اینجا کسی نداریم که بگه نه این مملکت صاحب داره این مملکت صاحب میگه نداره یا میگن گمش که مقصد ما را نان بده قدرت بده چی باشه تو پیش ما یک قسمت مقصد ما در ریاست جمهوری باشیم میگه دیگه ما کار نداریم دلت بلاده پس تو هم کافر هستی و هم ما میگه غمش کم هم میخوریم همش کم ما را کی نان میده یعنی که ما هستیم قدرت نام